اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در احکام میراث و تقسیم ارث 6 سورت خواندیم. 3 سورت مال اولاد بود و 3 سورت مال پدر و مادر. حالا در این آیه دوم ابتداءً 4 سورت دیگه میخوانیم که با این 4 سورت میشه 10 سورت. از این 4 سورت 2 سورت مال شوهر هست و 2 سورت مال زن هست. مال شوهر 2 سورت، یکی اینه که زن میمیرد، شوهر از مال زن ارث میبرد، نصف مال را ارث میبرد. نصف مال را در صورتی ارث میبرد که زن اولاد ندارد، نه از این شوهر نه از شوهر دیگه، خب نصف مال شوهر میشه. صورت دوم اینه که شوهر 1/4 میبرد. این در صورتی هست که زن اولاد دارد، یا از این شوهر دارد یا از شوهر دیگه. صورت سوم مال زن هست که زن ارث میبرد از شوهر، از مرد. چقدر ارث میبرد؟ 1/4 میبرد. در صورتی که شوهر اولاد ندارد. وقتی که شوهر اولاد ندارد، هم از این زن هم ندارد، از زن دیگه هم ندارد، هیچ اولاد ندارد، خب به زن 1/4 میرسد. اما به زن 1/8 میرسد در صورتی که شوهر اولاد دارد، یا از این زن دارد یا از زن دیگه دارد، بالاخره دارد، اون وقت به زن 1/8 میرسد. پس این سهم شوهر و زن هستن. مال شوهر 2 صورت هست، نصف میبرد یا 1/4. مال زن هم 2 صورت هست، 1/4 میبرد یا 1/8. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شماست نصف اون چیزی که ترک میکنند همسران شما. ان لم یکن لهن ولد، اگر برای اون همسران، برای اون زنان هیچ اولاد نبود، نه از شما نه از شوهر قبلی. فان کان لهن ولد، اگر برای اونها اولادی بود، فلکم الربع، برای شما ربع 1/4 است. مما ترکنا، از اون مالی که زن ترک میکنند. من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از تعمیل وصیتی که اونها وصیت میکنند. وصیت از همون 1/3 اجرا میشه و کمتر از 1/3، او دین، یا بعد از وامی که برگردن اونها هست. ولهن الربع، این صورت 7 و 8 بود، یعنی نصف و 1/4. حالا صورت 9 و 10 برای زنان است. مما ترکتم 1/4 است. ولهن الربع 1/4 است. مما ترکتم، اون مالی که شما به جا میگذاری، شما میرید و میروید، به زن شما چقدر میرسد؟ 1/4. ان لم یکن لکم ولد، در صورتی که شما اولاد نداشتید، نه از این زن داری نه از زن دیگه. اما فان کان لکم ولد، اگر برای شما اولاد بود، این صورت 10 است. فلهن الثمن، برای اون زن 1/8 است. مما ترکتم، از آنچه که شما ترک کردید. من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیتی که شما مردها وصیت میکنید یا بعد از دین. این نکته هم اضافه بکنم که اگر زن 1/4 میگیرد یا 1/8 میگیرد، اگر تنها باشد همین 1/8 را میگیرد. اگر 2 زن باشند همین 1/8 بینشون تقسیم میشه. اگر 3 زن باشد هم بینشون تقسیم میشه. به 3 زن مثلا به هر یکی 1/8 نمیرسد، 1/8 به همه میرسد، بین همه تقسیم میشه. و این کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت،
فلكل واحد منهم السدس فإن كان واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. 10 صورت خواندیم. 2 صورت دیگه مال کلاله هست. کلاله به چه کسی گفته میشه؟ کلاله به اون متوفای میگن که وقتی میمیرد پشت سر خودش نه اصول دارد نه فروع، یعنی نه پدر و جد و بالاتر، نه فرزند و اولاد و نوه و هیچ اصول و فروع ندارد. چی دارد؟ برادر دارد یا خواهر دارد. یک برادر دارد یا یک خواهر یا بیشتر از یک. خب حالا برای کلاله در قرآن 2 جا حکمش بیان شده. یکی اینجا هست، یکی آخر این سوره مبارکه نساء. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. اینجا هست که اگر یک برادر بود یا یک خواهر بود به هر یکی 1/6 میرسد. به هر یکی 1/6 میرسد. اما در آخر این سوره هست که ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. به خواهر نصف میرسد، به برادر کل میرسد. اینجا میگه سدس 1/6، اونجا میگه نصف. این تعارض نیست؟ نه خیر، تعارض نیست. این 2 تا کلاله با هم فرق دارند. ببینید کسی میمیرد، پدر ندارد، جد ندارد، فرزند ندارد، نوه ندارد، هیچی ندارد، اصول و فروع ندارد. یک خواهر دارد یا یک برادر، اما فرق میکنه این برادر و خواهر چیه؟ خیفی هست یا عینی و علی هست. خیفی اینه که برادر و خواهر فقط از طرف مادر برادرش هست، از طرف خواهر برادرش. این رو میگه خیفی، یعنی برادر مادری دارد نه پدری. برادر خواهر مادری دارد نه پدری. خب این اگر خواهر یا برادرش چی باشد؟ مادری باشد، حکمش اینه که اینجا میخوانید 1/6. اون چی که اونجا میخوانید در آخر سوره، اون برادر و خواهری هست که چیه؟ عینی هست یا علی هست. عینی و علی یکیه حکمشون، یعنی از پدر و مادر است عینی، یا علی همونی که تنها برادر یا خواهر از پدر است. اون وقت اگر اونجا حکمش اینه که اگر یک برادر بود کل مال او میشه، اون دیگه عصبه هست، همه مال را جمع میکنه. اگر یک خواهر بود مثل یک دختر، نصف مال او میشه. اگر 2 تا خواهر بودن مثل 2 تا دختر، 2/3 مال اونها باشه. اگر برادر و خواهر بودن چند تا بودن، فللذکر مثل حظ الانثیین میشه. یعنی اون عینی و علی مثل فرزندان هست حکمشون. اما اینجا برادر و خواهری که از طرف مادر هست، اگر یکی هست 1/6 میرسد. اگر بیشتر از یکی هست بهشون چی میرسد؟ ثلث میرسد. للذکر مثل حظ الانثیین نداره، برابر بینشون تقسیم میشه، بهشون ثلث میرسد. ما بقیه مال بهشون نمیرسد، چون اینها عصبه نیستند، اینا از طرف مادر فقط برادرند یا خواهرند. لذا به این خاطر حکم کلاله در یک صورت فرق میکنه. این از سلف، از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نقل شده. اینجا که میفرماید وله اخ او اخت، علامه ابن کثیر نوشته له اخ او اخت ای من ام، ای من ام، برادری دارد یا خواهری دارد، اما این برادر و مادر چی هست؟ مادری هست. برادر و خواهر چیه؟ مادری هست، یعنی از طرف مادر خواهرشه یا برادرشه. کما هو فی قراءت بعض السلف منهم سعد بن ابی وقاص. بعضی از صحابه حتی اینجا قراءتشون این بود وله اخ او اخت من ام، و کذا فسرها ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی. سیدنا ابو بکر صدیق که این آیه تفسیر کردن فرمودن منظور از این برادر یا خواهر، برادر و خواهر خیفی است، مادری است. خب اگر اینها باشند
فلکل واحد منهم السدس، برای هر یکی از اینها چقدر هست؟ 1/6. اما فان كانوا اکثر من ذلك، از یکی بیشتر بود، از یکی بیشتر بود یعنی 2 تا بودند، 2 تا خواهر بودند یا 2 تا برادر بودند یا 1 خواهر و 1 برادر، فرق نمیکنه، یا 3 تا بودند، فهم شرکاء فی الثلث، همه اینها در ثلث شریک. این 12 صورت شد. 2 صورت اینه، 2 صورت مال زنه، 2 صورت مال مرده، این 6 تا، 3 صورت مال پدر و مادر، 3 صورت مال اولاد، 12 تا میشه. الله میفرماید که من بعد وصیت یوصى بها او دین، بعد از وصیتی که اون وصیت میشه، او دین، یا بعد از چی؟ بعد از وام، غیر مضار. میفرماید که در حالی که ضرر داده نشود. یعنی چه؟ یعنی وصیت ناجایزی نباشد، وصیتی که در اون ضرری برای یکی از ورثه هست نباشد. چنین ورثه، اگر چنین وصیتی هست، اون کسی که وصیت میکنه اون را تفهیم بکنه این وصیت درست نیست، یا اینکه وصیتش را بعداً اجرا نمیکنه. مثلا وصیتی میکنه میگه کل مال من را بدهید، وقتی میگه کل مال من را، این ضرر دهنده است. این وصیت به ورثه چی نمیرسه. بعضی از ورثه خودشون ناراضی هستن، میگه اصلا به بچه من هیچی ندید، همه را بدی به مسجد. خب غیر مضار، اینجا دیگه سبب چی میشه؟ ضرر میشه دیگه. وصیتش اونطور که گفته اجرا نمیشه، همه را به مسجد نمیدن، 1/3 را میدند، 2/3 دیگه بله ورثه تقسیم میشه. وصیتا من الله، این وصیتا مفعول مطلق یوصیکم هست. یوصیکم الله وصیتا، خدا به شما امر تأکیدی میکنه، وصیت تأکیدی از جانب الله. والله علیم حلیم، الله تعالی هر چیز را میداند و خداوند هم حلیم و بردبار است. تلک حدود الله، این برای تأکید است، تأکید تعمیل احکام. خداوند احکام را در این آیه بیان فرمود، آخر میفرماید اینا حد و مرز الهی هستند. چرا اینها را حدود الله میگه؟ چرا اینها را حد و مرز میگه؟ تا گویا خداوند تأکید میکنه که ما بهشون عمل بکنیم، اجحاف نکنیم، ظلم نکنیم، سهم هیچ کسی را کم نکنیم. تلك حدود الله، اینها حدود الهی هستند. و من یطع الله و رسوله، هر کسی اطاعت میکند الله و رسول را، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، الله داخل میگرداند او را در جنات و در باغاتی که جاری هست از زیر درختها و کاخهاش نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هست. و ذلک الفوز العظیم، هر کسی که اطاعت بکنه وارد بهشت میشه، بزرگترین کامیابی اینه. اما هر کسی که نافرمانی بکنه، هر کسی که حیف و میل بکنه، مال یتیم بخورد، مال زن را بخورد، مال وارث را بخورد، و من یعص الله و رسوله، هر کسی نافرمانی کند الله را و رسول الله را، و یتعد حدوده، و در حدود الهی تعدی و تجاوز کند، یدخله نارا خالدا فیها، داخل میگرداند الله او را در آتشی که همیشه در اون آتش ماندگار است. و له عذاب مهین، برای اون فرد عذاب ذلت بار است.